بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران کرام، امروز انگ سید الایام حج المساکین بدگی روز مبارکنده. صحبت ما درباره خصلت مؤمن، یعنی مؤمن آدم باید چخیل شود. در همین موضوع ان شاء الله صحبت کرده حرکت میکنیم، چونکه پیامبر نبی صلی الله علیه و آله که روز قیامت من به این نزدیک هاتون آن انسان که از فعل من خداهاشون به بسیارتر فعل من خداشون به جا کردگاشون خداهاتون و خداهاشون به عادتهای من عادت گرفتگی انسان ها من به نزدیکتراتون گفته مرحمت کردن. دماغ ما از آن حالهایی که پیامبر نبی صلی الله علیه و آله همون حال برای خودشان عادت شماری دادن، همون حال خدا ما عادت شماردن. با آن چیزی که آن فعلی که پیامبر خدا همون چیز بعد میدیدن نمیفراندن، از همون چیز حیا میکردن، از همون حال خدا ما دور کردن حرکت میکنیم. یکم حدیث رسول خدا مرحمت میکنن که الاسلام نظیف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظیف. یعنی رسول گفتن که پروردگار اسلام را تیپی پاک و بنا کرد و شماهای پاک شدن با فرمایید و دانتون که جنت با فقط انسانهای پاک می‌دارد گفتن. همین حدیث خودش انسان پیامبر خدا و میرساندگی پیامبر خدا و موافق کار کردنش به حد ترتیب سخت. این نظافت دربارش محدثان بسیار حدیثی آوردگی، اکثرشان درباره خلق و درباره خودش نگهداری گفته شرح کردن. دیمک خلق مایم نیک بودنش هم دیمک اسلام بوده است. فعل اطوار مایم نیک بودنش اسلام بوده است. لباس مایم، حیات مایم همون نقطه نظر اسلامی که حیات بردن ما این چیز اسلام شده است. برای همین خیلی حال هنده پیامبر نبی صلی الله علیه و آله همون دور پیامبر خدا زندگی کردند اون درجه انده تلقیات نبود. اون درجه انده انسان ها فراوان نبودند. اکثر صحابه ها با یک لباس داشتگی، یک تا لباس کتی زندگی کردگی. اکثر صحابه ها غیر از یک تا خانه دیگه خانهشان نبودگی. اکثر امتی که خود را برای اسلام را تطبیق کردن فدا کردن، اکثرشان و این انسان ها و دنیای حالتش، دنیای محبتش، دنیای قزقش و برای انسان ها آخرین درجه بدگی. همون انسان های پاک به خدمتشان، همه انسان های پروردگار به اختیار کردن به خدمت اسلام تا ما پروردگار به همون سبب رسانده آمد. اصلش پروردگار تا روز قیامت اسلام را نگه داشتن و وعده کردگی. همون وعده خودش دست انسان های نیک اجرا کردنش به یک چند اشاره ها دادگی. دمک اسلام در دست انسان های نیک تا روز قیامت امانه شده میگذرد. آن حالی که آن فعلی که ما اجرا کسای ما همون اجرا کردگی فعل مانده اسلام بیرون حال هایمی، دمک همون کارنده شریعت رازگش نیسمی. دمک دانم که همین حالنده پروردگار مویا برای خدمت دینش، برای نگهبانی دینش مویا اختیار نکرده است.
ما همونجا از قطار برآورده است. خدمت دین کردن، خدمت اسلام کردن باید شرف شود برای مؤمن. انا همین چیز با مؤمن آدم غم خودش نکنه. کدام حالنده اسلام من نگاه داشتم، اسلامی که تا روز قیامت می رود، همون کارواننده من چقدر نصیب گرفتم. نصیبه من سه شد. کدام چیز کتی من خدا ما با کدام فعلم کتی، با کدام خصلتم کتی ترقیات اسلام من حصه خوش کردم گفتگی، باید مومن آدم من غمش نشته کن. رسول خدا مرحمت کردن که اینش نوید 10 تا نعمت هایی که همون 10 تا نعمت پروردگار میراث کرده نمیگذراند. از پدر فرزند با، از مادر دختر با، از استاد شاگرد با نمیگذشتگی 10 تا نعمت های. همون 10 تا نعمت پروردگار خاصتا برای همه انسان خودش میفرستاند و چندی که و انسان نسلشندم اصلشندم این چیز نباشد. همین حدیث خوانده میکنیم که گاه انسان های نیک، انسان های یک خلق پرور، انسان های خداجوی فرزندهاشون یا که یک و انسان ها قرابت انسان ها به آدابی کردنشان همین حدیث و چیز به خلاصه یافتم. یعنی پروردگار 10 نعمت به نسل کته میراث نمیگذراند. یکمش همون نعمتی که میراث نمیگذشتگی از پروردگار برای بنده به واسطه می آمدگی نعمت های یکمش و انسان راستگوییش بده است. راستگویی دوداش نقل باشد، دوش راستگویی باشد، بچهش راستگویی نمیشه است، نشش میکنم است. چونکه این چیز به واسطه از پروردگار برای بنده هاش می آمدگی نعمت حساب میشه است. همیننده گاه همون خدا همایا به عقل کرده مونده، به آداب کرده مونده وقت مونده، مویا اصلا مونده، اولاد مونده خیل به آداب نبودو گفتگی سوال با جواب حقیقیش است که آن انسان ها و نصیب کردگی آن مقامات دیمک برای ما بیگانه بوده است. پروردگار همون نعمتش ما و روا ندیده است. گفتگی اگر افسوس و خلاصه شود انشاءالله پروردگار قلب ما و چیز نقطهش میکنه است. دیمک راستگویی این همه نصیب میکردگی یک چیزی و نبوده است، چیز عزیزه که خاص نصیب میکند. اصلاش راستگویی اون طرفش دروغگویی به حد صفت پست، لیکن هر حالنده زبان و انساننده سخن راست استادنش این دیمک به حد نعمتی کلان سا میشده است. دویمش شنوید، هر حالنده هر حالشنده و انسان ثابت قدم گفته شدن به استادگی شدنشم اینم پروردگار نعمتش حساب میشده است. همون انسان بردار شدنش، یک لفظه شدنش، گفته گپش اجرا کردنش، از گپش نگشتنش، این ثابت قدمی هم پروردگار نعمتش بوده است. به واسطه به نسل و به اصل از پروردگار می آمدگی نعمت های دویمش حساب میشده است. یک داداش یا پدرش یا باباش آدمی لفظ دار، آدمی گپ گذار، آدمی نقش شده بیادو موبایل انده الان خیل به برد فرزندهای پیدا میشد که دیمک اون مقامنگی پدر با این فرزند صادق یک لایق میراثخوار نشدنش به همین چیز اشاره میشده است. آدم لفظ شنده برده شدنش،
نشانه ایمان بودگش حس کردگی انسان هیچ وقت اللفظش نمیگردد. اگر اللفظ گشتن همه خیلی سخنی گفتگیش تن نگتن یا که دیگه به برد کده اونه دگری خفه نشوید. پروردگار این آدم همون 10 نعمتش یک تاش به نصیب نکرده است. دمک به برد نشدنم آدم هر یک سخنش ثابت قدم شدنشم به حد بلند کار سام شده است، به حد درجه بلند سام شده است. خوب گفته نکردنش، نه گفته کردنش، ارلش نمیشم گفته ارلش شدنش، ما یاردم میتونم گفته گرفته برفتنش، این همون آدم های پست کارش سام شده است. پروردگار همون طبقه بلندی که خاصتا برای همه انسان می آمدگی چیز با و انسان روان ایده است. سیمش هم از اینها دیده وزن تر بوده است. رسول خدا گفتند که همون 10 میراث شدن میگذشتگی اشاره های یکتاش، همون نعمت های یکتاش و انسان پرسنده یا خشک نگرداندنش بوده است. یک آدم به یک ایلنج کردی، به یک امید کردی، درگاه شما و نزد شما و یا شما و تلفن کرده برادر افسوس و عذر و یک از شما پرسش هم بود، همه خیل یاردم می یا یک مدد می یا یک مصلحت می گفته وقتنده نه من نیست، من نمیتونم این چیز کار من نه گفتن اصلش کار ناز نبوده است. حاجت برداری دمک هم نصیب میکرده ای کار نبوده است. خدا ما محتاج شده که وقتنده دیگه این انسان پرسد اگری هوای به خدا ما دیده بلندتر چیز گفته دادن ما از خدا ما استفاده بردن هوای انسان استفاده بردنش ما یا خرسان کرده تانه دگری انشاءالله ما همون سه مقام نصیب کرده است. همین جنده بسیار ما میلنگم همین از ما یک انسان یک چیز پرسگه وقتنده یک یاردم پرسگه وقتنده وقتتون باشد فلان کار یک کار بود یا یک اکن مسجد خدا خوش نکنم یک خدا ما یک یاردم هم بود یک منبع شما یا وقتتون در کار 15 منت برای من مهنت که میتونید میگه گلی من سال دیرتر نبودم دیا من وقتم نبود دیا من نمیتونم دیا دست من نمیبیاد دیا از گفتم پیش پروردگار با ناله کنیم که پروردگارا من خیلی بندت کردی که یک دوستم از من یک پرسش که وقتنده من همین چیز به قادر نکردی من خیلی بنده ضعیف باشم خیلی در نزد تو بنده به قدر باشم یک انسان یک دوستم یک پرسشش به من جواب نتونسته هم گفته از پروردگار ناله میکردیم اگر همین دوست ما و همین خیلی جواب دیم اگری لیکن افسوس که همین خیلی حال برای ما عادت شده. این عادت ما خیلی درجه ما پس بدگشه در نزد پروردگار خیلی ما بی آبرو بودم ما حس کنیم اگری از دنیا ما گذشتیم عزت خدا ما گذشتیم آبروی خدا ما گذشتیم هوای دوست ما اگر هوایند گناه نباشد هوایند دوست ما و مدد میشگی باشد که هوای به ما رفتن به روز میشدیم رفتن به روز تانو مگری الله مبارک کند که همون 10 صفت همون 10 نعمت سیمش برای ما نصیب کرده است. سوننگش انسان امانت دار شدنشم امانت دار شدن انسانم الهی نعمت که این میراث نمیگذارد. امانت دار یک انسان سخنش با یک انسان ملکش با یک انسان عزتش با
میراثدagi چیزهای از انسان با داشته همون خیلی امانت دار شه تونستن اما آدم باورناک شه تونستن اما این بلند چیز میشه است. همون گوش ما رسدگری همون سخن ما در رو همه جا پهن کرده هوا انسان عزتش فراوردن به ذره حصه ما خوشید می از این مقام ما بیگانه ایم. از سبب سخن فعل ما هوا انسان امانتش پهن شد می دماغ ما از این مقام دور بدن ما حس کرده ما در کار. چونکه امانت داری قیامت به نزدیک برداشته میشدگی اولین نعمت حساب میشد. این سال بام دادم هم به نزدیک حدیث خوندم اگر پروردگار یک انسان رزقش فراخ کردن خواهد اگری و انسان امانت دار میکند. اگر یک انسان با در فقیری میکشه باشد اگری و انسان با امانت ویران کردن امانت به خیانت کردن گفتگی بلای دوده مونده است. دماغ به امانتی یک بلای الهی حساب میشده است. به امانت شدیم می دماغ پروردگار ما دنیا نم خور کرده است هم فقیر کرده است هم از این مقام خاصه که خاص پروردگار از دهن بنده هاش چه نمیدگی از این مقام ما دور کرده است. اصلش اسلام انده امانت دار شدن به حد بلند مقام. خودش به امانت انسان به امانت انسان که معامله کردن هم اصلش ممکن نه حلال هم نمیشه کار. چونکه امانت دار نبودگی انسان که سوداتونم معاملتونم همشینیتونم برای شما کلفت میشد. یک گپتان یک حالتان یک سرتان از و انسان نبرآمدن به هیچ کی باور نمیکند. برای همین به امانت زبانش به قایم نبودگی انسان که معامله کردن به حد اسلام بیروننگی حال به برآمدن به سبب شش میکنه است. سالنگیش نبید. سالنگیش هم مونده نبودگی یک فعل بوده است. سیله رحم خیش تباره از حالش از فعلش با خبر شدن. خیش تباره مویا سوخ مونده فقط همون در تعزیه خونه میدونید خیشتونه فلانچه خیشمون مون میگوید. اگر فقط تعزیانده در کار مشنگی باشد اگری دماغ وینده نیک نیست. حیات مانده حیاتش انده ما یا که از ما و انسان با سیله رحمی و انسان که رشته رفته و انسان با از ما کمک یا یک مصلحت نرسد ما و انسان با خیش نیم. یا که از و انسان ما هم یک مصلحتی یا که یک منفعتی دنیای آخرت نبیاد و دماغ برای ما خیش نه. خیشی فقط نسلی خلاص خیش اسلامی سم نمیشد. خیش مسلمان سم نمیشد. اگر به خیشش اگر قاری باشد چی باید سخن نکند چی و آدم با اصلش سخن هم حیف. به خیشش به دادرش به خواهرش به عمک و خاله که تقایی که و انسان ها و رفتار کردن و انسان های زیارت کردن برای ما از طرف پیغمبر خدا تأکید شده که انسان ها که ما قاری گشتن اما هیچ چی که این چیز ما نمیشد. هیچ چیز ما این خطا ما نمیشد. یک حدیث مشهوره پیغمبر خدا گفتن که دنیا انده و آدم همون دوتا گناهش عذابش ندیده عالم نمی رود و همون عذابش قیامت با میگذرد. همون دوتا گناه یکتاش ظلم کردن
و دویمش رشته خیش تبار رو کندن گفتن. هر ده همین جماعه و دمک به قریبی تا عالم رفتنشونه یک عذاب می آید، یک مصیبت می آید که و یا سببش کندن رشته خیش تبار حساب می شده است. هفتمش هم بینید همون 10 تا اگر ما همون 10 تا عمل کرده توانیم مگری انشاءالله همون اصل سعادت انگی انسان ها کتی شاید که همفیل شویم. پیغمبر خدا همون 10 تا نعمت بی نسل طور از پروردگار داده میشدگی نعمت های هفتمش گفته همسایه‌گری کردن نگفتن، همسایه نقض شده نگفتن. همسایه ما اپشت ما یک جا شکایت کرده رفتنش اکی نه دیگه تعریفش نیست. همسایه ما عوض یک خلق ما، عوض یک کار ما و اما دلش رنجیدنش این به حاجت گپ نه. اکن همسایه و آزار رساندگی، همسایه و همون ضرورت بدگی، همون معامله های نکردگی انسان های مونده میگیرید. همسایه و چخیل معامله کردن اسلام همه خیل پره داد که از این دیگه پرترش یگان جانده، یگان حکمت، یگان اشاره بیان نکردگی. لیکن صد افسوس که از همین حال ما بیگانه ایم. همه ما نه یک تا محله یک تا دوتا میشن این خیلی آدم های بدبخت. لیکن یک تا دوتا هم خیلی خدا بیخبرها اصلاش هوای های بدگیش هم ناست که ما و عبرت میشود و این انسان ها عوضی همسایه آزار بدنشان و انسان ها و چخیل مصیبت های آمدنش برای ما مکتب می شود. برای و این انسان ها و همون همسایه آزار بدنشان چخیل به آبرویی ها آمدنش برای ما جدا هم نمونه کلان. فقط همون همسایه آزار گفتگی صفت یک دوست مسلمان مانده بدنش مسلمان آدم خفا میکند ده. چون که مسلمان آدم دیگه انسان بم خودش به روا دیدگی چیزا و انسان ها هم روا میبیند، خودش نهادگی چیزا و انسان ها گنده بیند ده. انا هم خیلی حال به مومن آدم افسوس میکند. همین چیز به مومن آدم همسایه ماننده، همسایه دل آزار بس، همسایه آزار به دست گفتگی سخن و انسان به حلاوت نمیتید. از این بلندتر شرح کردن به ما عاجزم. ثانینگی همون نعمت الهی که پروردگار به واسطه میادگی نعمت رعایه حد دوستان. یک چند سال دو دوست باید دیگرش کتی ناس میگرده دو یک زمان میشد که یک حال میشد که همون دوست ما یک تا همون سخن به مورد گفتنش موی هوای انسان کنده موند. همین خیل حالم دیمک حالی نیک نه. همین خیل حالم مونده نشنش در کار. دوستی برای از یک دیگر میرسیدگی مصیبت آزار برای برداشتن دوستی ده. فقط خرسنده و فقط تعاون با نیو همون از دوست ما رسیدنش ممکن بودگی هر خیل مصیبت با هر خیل
حال هوا ما تیار شده هوای هضم کرده تا مگری demak ما همون نعمت داشتیم. من این آدم 8 سال 10 سال باز حرمت کار می‌کردم و همین خدمت را انجام که افسوس کسایی هم که همین انسان با دوست بدن هم گفتگی سخن از زبانمون نبراید. همین خیلی درجه اند خدا ما تعریف کردیم که این دوستم، دوست قیامتم، من این انسان با نیکی روا میبینم، این انسان دوست میدارم. لیکن از این چخیل من با ناقلایی رسیدگی من این میبدارم، اینا میبخشم. اگر گناه نباشد گفته همون دوستم و همون دوستم مثل همین ما رعایت کردن مدکم دست. همین رعایت هم گاه از ما بین برام است. همین رعایت هم که گاه ما نکردیم سیم. دیدی دیگه شاید این مهمان نوازی مهمان داری هم پروردگار هم به آن است میکردگی صفت نبود است. گاه خانه و مهمان آمده موند و با اکرام نشان داند تونستن اما هوای مهمان آمدگی منظور نشدنش برای ما این فعل نبود است. مهمانداری کرده تونستن هم نشانه ایمان است. همون مهمانم باید رعایت میزبان کردنش در کار. این به هر موضوع کلان این من هستیم این به علاوه موضوع های و آخرینش دهم نعمتی که پروردگار خداش خاص عطا میکند به چخل میراث این و انسان با حیا شدن نشده است. با حیاگی هم از فرزندهای انسانی با حیا نمیگذشته است. آدمهای با حیا آدمهای نازا فرزندش گاه سخنهای به حیا میگفتند. ان نسل میگذشتگی این نعمت نبود است. اینا فقط پروردگار خاص انسان ها عطا میکرده است. همین خیلی چیزها ما باید به اعتبار شویم. به حیاگی سخنهای حقارت از زبان ما برآمدنش به ما به اعتبار شدن ما چخیل منزلتی پسنده بودیم که پروردگار از زبان ما حیا گرفته است، از فعل ما حیا گرفته است. یک انسان فرزندش با زنش با عائلش با مادرش با اهلش با نسبتاً سخن فحش استفاده بردگی انسان اگر همین چیز او نکند و آدم با آسان نمیشد. اگر هیچ همون از زبان ما اصلاحات سر نکنیم مگری اصلاحات ایمان ما منفعت نمیتید. یکم باید مؤمن اصلاح کردن از زبانش سر کند. فعل اطوار تصنع خلقانگی بعضی چیزها تصنع عبادت تصنع علم تصنع و زبان عکسی باشد دگری و قفوتر بگردد. اول از زبان اصلاح سر کند، زبانش تربیت کردن برکت کند. از پروردگار اول زبان سالم پرسد که ایمانم از زبان میبرد، کفرم از زبان میبرد. یک انسان خرسند کردنم از زبان میبرد، یک انسان خفه کردنم از زبان میبرد. برای همین باید مسلمان آدم اصلاح اولش از زبانش سر کند. آخر معویزه مونده یک دوتا اعلان هم بود. یک سوال هم غلط است حرکت میکنم اگر باشه جواب دادم به
یک انسان یک دوستش برادر گفت میشد می دوست هم گویده میشد برادر گویده میشد نوم هم خشم گویده میشد دوست گویده میشد برادر گویده میشد این چیزی مهم نیست سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره پروردگارا حرمت سید الایام چند انسان هایی که دعا طلبند خاصتا در بیمارخانه ها دعاهای ما محتاج شده خواه رفته خاصتا دعاها پرسیدن همه انسان های پروردگارا در شما شفاتی دیگه معالجه کسایی دوستامایی که در جماعت بدن برای مسجد خدمت کردن حاضر بیمارن همه انسان های پروردگارا تنی صحت عطا کنید پروردگارم بعد دیگه خیلی مسجد ها پروردگارا به این درگاهات آمدن پروردگارا همون نیت ما پروردگاری خدا ما جامع عمل بشونی و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.